کشور ایتالیا حدود 60 میلیون نفر جمعیت داره. زبان رسمی این کشور ایتالیایی و پایتخت این کشور شهر زیبا و تاریخی رومه. شهر روم با داشتن 4 میلیون نفر جمعیت 4مین پایتخت پرجمعیت اروپا محسوب میشه. زیبایی و قدمت تاریخی این شهر آنقدری زیاده است که مردم این شهر ضرب المثلی دارن که میگن روما non è stata costruita in una notte، یعنی اینکه شهر روم یک شبه ساخته نشده. با ما همراه باشید تا ببینیم چرا شهر روم یک شبه ساخته نشده. شهر روم با وجود مدرنیزه بافت سنتی و تاریخی خودشو حفظ کرده. مرکز شهر یا همون روما چنترو مملو از آثار معماری و تاریخی دوران روم باستان و کلیساهای قدیمی است. از مهمترین اماکن توریستی شهر روم میشه به پیازا ونیزیا، کولوسئو، پانتئون و کلیسای سن پیترو اشاره کرد. در برنامه‌های آینده بیشتر با شهر روم آشنا خواهید شد. در مورد کلیسای سن پیترو جالبه بدونید که با وجود اینکه در شهر روم قرار گرفته، جزء قلمرو جغرافیایی و متعلق به کشور واتیکان میشه. واتیکان کوچکترین کشور جهانه که در قلب شهر روم واقع شده. واتیکان مقر پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان نیز میباشد.